در تالار ورزشی مکتب برای خوانندگان بالیاقت شهر خوجند مسابقه شهری اید به بسکتبال بین خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و لیسه گیمنازیاها که با اشتراک 28 دسته از 27 مارس با تشبث فدراسیون بسکتبال در یکجایی با بخش کار با جوانان و ورزش و شعبه معارف شهر خوجند آغاز شده بود به انجام رسید. در این چهاربینی ورزشی 10 دسته دختران و 18 دسته پسران اشتراک نموده بین هم سبقت کردند. در بین دختران بسکتبال بازان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 شهر خوجند مهارت بلند نشان داده با گرفتن مقام اول مشرف شدند. مقام دوم را بسکتبال بازبان‌های مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 صاحب کردند. دو جای سوم مسابقه را دسته‌های مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 و گیمنازیای به نام گیوته به دست آوردند. امروز من از آن شاد هستم که ما در اینجا مسابقه کشاد اید به بسکتبال گذرانده ایستادیم و ما جای سوم را اشغال کردیم. میnnتداری خود را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما جوانان همه شرایط‌های حاضر را مهیا کردند و ما جوانان کوشش به خرج می‌دهیم که تاجیکستان عزیز خود را بین دیگر دولت‌ها معرفی کنیم و وقتی که ما به همین ورزش‌ها مشغول می‌شویم جایهای نمایان را اشغال می‌کنیم و سلامتی خود را نگاه می‌داریم. من می‌خواهم که همچون پسران دختران نیز در همین ورزش‌ها اشتراک ورزند، زیرا که اگر ما با ورزش مشغول شویم اگر آینده مادر می‌شویم و اگر ما مادری سالم باشیم آینده نسل سالم نیز به دنیا می‌آید. در بین پسران در دور نهایی دسته مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 تیم گیمنازیای به نام گیوته را شکست داده صاحب جای یکم گشت و حریفان آنها مقام دوم را اشغال نمودند. دو جای سوم را دسته‌های مؤسسه تعلیمی مکتبی به نام چخوف و گیمنازیای رقم 13 صاحب شدند. در مراسم پوشیده شوی مسابقه نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند، فدراسیون بسکتبال، بخش کار با جوانان و ورزش مرکز ولایت از توجه حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت رشد و عمومیت ورزش یادآور شده قید نمودند که سال سال با تشبث فدراسیون بسکتبال شهر خوجند در قطار دیگر نمودهای ورزش بسکتبال نیز رشد یافته ورزشکاران شهر خوجند از روی این نمود ورزش به موفقیت و پیروزی ها نائل شده ایستادند. گفته شد که هدف اساسی از برگزاری چنین چهاربینی ها پیش از همه جلب خوانندگان و طرز حیات سالم و عمومیت ورزش در جامعه می باشد. غالبان جایزه‌داران ورزشکاران بهترین و آموزگاران فعال با مدال و افتخارنامه، جام و تحفه‌های خاطروی فدراسیون بسکتبال شهر خوجند قدردانی کرده شدند. امروز مسابقه خیلی در سطح بلند گذشت. ما در این مسابقه سزاواری جای اول گشتیم و تشکری خود را به فدراسیون بسکتبال شهر خوجند میرسانم. میخواهم که در آینده این خیلی مسابقه زیاد شود و ما اشتراک کرده باز جای سزاواری یکم گردیم.